چی باعث میشه که یه اقتباس از دنیای ویدیو گیم انقدر موفق بشه ولی بعضی دیگه شون نه؟ خیلی چیزا میتونه جواب این سوال باشه، ولی مهمترین و کلیدی ترین نکته از نظر من فقط یک کلمه است: فضاسازی. منی که دومین تفریحم بعد از فیلم و سریال ویدیو گیمه، به جرئت میتونم بگم که بعضی وقتا بازی کردن خیلی لذت بخشتر از فیلم دیدنه. تجربه گیم‌های فوق‌العاده‌ای مثل فالاوت نیو وگاس، د لاست آف آس، آنچاردد 4 و خیلی گیم‌های دیگه میتونه یه سفر لذت بخش و منحصر به فرد باشه که تو هیچ فیلم یا سریالی نمیتونین تجربهش کنین و این دقیقاً همون جاییه که اقتباس‌های خوب و بد از هم جدا میشن. فیلمایی که تونستن اون فضاسازی گیمشون رو دوباره بازسازی کنن و اونایی که تو این کار شکست خوردن که تعدادشون هم کم نیست. حالا تو ادامه ویدیو راجبشون صحبت میکنیم. We need your help on one condition. سلام رفقا، به سینما پلنت خوش اومدین. امروز میخوایم راجع به فیلم و سریال‌های حرف بزنیم که صنعت سرگرمی رو لول آپ کردن، چون مرزهای دو تا دنیای کاملا مستقل از هم رو به هم نزدیک کردن. حرف برای گفتن زیاده، پس وقت رو تلف نمی‌کنیم و یه راست میریم سراغ ویدیو. اول از همه بریم سراغ لاست آف آس، چون خیلی از فیلم و سریال بازا با لاست آف آس بود که متوجه شدن ویدیو گیم فقط به بازی شوتر محدود نمیشه و داستانای عمیق و تاثیرگذاری تو این دنیا هست. حالا سوال اینجاست که نقاط ضعف و قوت این سریال چیا بود؟ لاست آف آس 2 نقطه روشن اصلی داشت که باعث میشد نه تنها گیمرها ازش راضی باشن، بلکه کسایی که بازیشو تجربه نکردن هم کاملا ازش لذت ببرن. یعنی بازیگری و فضاسازی که باعث شد سریال خیلی به گیم اصلی وفادار و پایبند بمونه. البته از بازیگری منظورم همه بازیگرا به جز بلا رمزیه که تنها نقطه ضعف سریاله. قبول دارم که بازیگر فوق‌العاده‌ایه، ولی صرفا فقط الی نیست. یعنی اصلا کاراکتر الی روش نشسته و اصلا ما رو یاد الی گیم نمیندازه. فصل دوم این سریال هم 25 فروردین 1404 یعنی چند روز بعد از تعطیلات عید منتشر میشه. سریال بعدی هم که میخوایم راجع به صحبت کنیم، مهمترین عنصر موفقیت آثار اقتباسی رو درست مثل د لاست آف آس رعایت کرده، یعنی سریال فالاوت که با فضاسازی بی‌نظیرش کاملا حس و حال و اتمسفر بازیاشو بازسازی کرده. این فرانچایز کلا 2 ویژگی اصلی و بولد داره: اتمسفر به شدت دارک و مخوف و کمدی سیاهی که تو پس بیشتر موضوعاتش وجود داره. حالا میشه گفت که سریال فالاوت کاملا از نظر فضاسازی موفق بوده؟ جواب کوتاه بله. موقع دیدن این سریال فقط یه جمله تو ذهنم میومد: کاش بیشتر از این دنیا فیلم و سریال بیرون بدن. یه چیزی که کلا این فرانچایز رو برام جذاب میکنه اینه که دنیای پس و آخر و زمانی رو نشون میده. تو همه فیلم و سریال‌ها یا حتی گیم‌ها یه طورای بمب اتم انگار نشون دهنده آخر دنیاست، ولی تو فالاوت شما به این فکر فرو میرید که بعد از اون چی میشه. تنها پوینت منفی سریال هم این بود که ایسترگای زیادی به گیمش نداشت. البته نمیشه گفت ایراد، صرفا فقط یه نقد ساده است و به عنوان یه فالاوت فن دوست دارم که ایسترگای بیشتری به گیم ببینم. حالا بیاین راجع به فیلم و سریال‌های حرف بزنیم که نتونستن فضاسازی درست و مناسبی از گیمشون داشته باشن. یکی دوتا هم نیستن متاسفانه. خیلی از گیم‌ها پتانسیل بالایی داشتن ولی فیلم خوبی گیرشون نیامد، مثل آنچارتد که نسخه 4مش بهترین گیم زندگی منه، وارکرافت، نید فور اسپید، تام رایدر و خیلی فیلم‌های دیگه. آنچارتد یک گیم 10 ساعته است که با شخصیت پردازی فوق‌العاده و کاراکترهای دوست داشتنی و داستان پرپیچ و خم و عمیقش جز شاهکارهای ویدیو گیمه. ولی فیلمش چی؟ حتی ذره‌ای نتونست اون حسی که گیمش منتقل می‌کرد و بسازه.
وارکرافت هم که لازم نیست چیزی راجبش بگم، فقط واسه کسایی که با ویدیو گیم آشنایی ندارن بگم که تا حالا هر کی 2-3 ساعت وارکرافت بازی کرده دیگه نتونسته ولش کنه و حداقل چند سالی از عمرشو پای این گیم گذاشته. ولی فیلمش چی؟ یه افتضاحی که ای کاش ساخته نمیشد. یه گیم حماسی دیگه هم هست که قرار سریالش رو با تهیه کنندگی هنری کویل بسازن، یعنی بازی وارهمر که خود هنری کویل عاشقشه و گفته من تقریبا هر روز این بازی رو بازی میکنم. هنری کویل هم قراره به عنوان هنرپیشه و هم یکی از تهیه کننده تو این سریال حضور داشته باشه و تو همین 2025 هم قراره فیلمبرداری شروع بشه. واسه آخر ویدیو هم یه پیشنهاد به پاتر هدا دارم. حتما بریم بازی هاگوارتس لگاسی رو تجربه کنید که حداقل تو ویدیو گیم هم که شده بتونید تو هاگوارتس اینور اونور برید و آوادا کدابرا بزنید. خب دوستان، اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعد، بدرود.